أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران و مادران لقدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک خواهر اهل اسلام یک قصه فرزند ناقابل را برای شما نقل می نمایم. و البته پیش از آنه که قصه را آغاز می کنم، اگر در وقتی گفتن این قصه یا که یک سخن اگر به خدای راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت می خواهم. و قصه مذکور از حیات دایمی گرفته شده. امیدواریم که آن شخصانی که کمی خطا کرده بودند بعد شنیدن این قصه مذکور شاید که کمی فکر کرده اون خطاگی خود را اصلاح کنند. یک مردی با همراهی همسرش یک نفر پسر و 3 نفر دختر داشت. آنها این 4 نفر فرزند را با مهر و محبت به وای رسانیده صاحب خانه و در و کسب و کار کردند. وقت می گذشت. روزی با امر الهی همسر این مرد وفات کرد و این مرد تنها ماند. خلاص. و با مرور زمان پسر این مرد یک خانه با حشمت ساخت. روزی به خانه این مرد مهمان های زیاد آمدند و همسر این مرد برای همه و از جمله پدر این مرد در اون کاسه های نو خوراک آورد. وقتی خوراک را به پدر این مرد داد، یعنی به اون موی سفید داد، کمی دستی اون موی سفید لرزید و اون کاسه از دستش افتیده پاره پاره شد. همسری اون پسرش در نزد مهمان ها هیچ چیزی نگفت، لیک وقتی که مهمان ها رفتن و پسر اون مرد هزاران سخنهای قبیح نسبت پدر این مرد زد. خلاصه پسر این مرد به خلاصه آمد و با همسرش مصلحت کرده، گفتند که در یک سوی حولی خانه یک کلبه خردی برای پدر آماده می کنند تا که از چشم آنها، از چشم مهمان ها دور باشد. وقت می گذشت و این پسر برای پدر یک کلبه خردک که در یک سوی حولی از اون بینای حشمت نزدیکی 50 متر دورتر یک کلبچه بینا کرد و در اونجا پدر را گذاشت. یعنی پدر در اونجا شب روز و روز را شب میکرد و خوراک را هم در یک کاسه سفال، در یک کاسه عادی میبرد و میدادش. وقت گذشت، پدر بیمار شد و این پسر به اون حسن 2 روزه زن سخت داده شده بود و پدر را فراموش میکرد. دختران این مرد تا قدر امکان کوشش میکردند و پدر هر دارواری که لازم بود میآوردندش. لیکن این پسر باشد هر وقتی که خواهرانش میگفت اکا جان آخر پدرمون بیمار است و پدر یاری رو دهین، مرد هر خیل بهانه ها میکرد، میگفت من کار دارم، لیکن با همسرش در مغازه های قیمت بها سیر و گشت میکرد. خب خواهران این پسر پدرشان را تا قدر امکان همه دارواری ها را آورده دستگیری کرده دعای خیر پدر را می گرفتند. لیکن پسر باشد فقط شبانه در اون دیسکوتیک و در اون جایهای فحش و روزانه با همراهی همسرش در مغازه های قیمت بها سیر و گشت کرده برای همسرش هر چیزی که لازم است خریدار می کرد. لیکن یک لحظه فکر نمی کرد که آن پدری که این را به این خیل کسب عالی رسانید و به این خیل مقام رسانید، اون را فکر نمی کرد. به جای این فقط در عشق دنیایی و در نفس دنیایی داده شده بود. خلاص. روزی با مرور زمان دنیا که خود برگردنده است می بیند که پسرچه خردی او در یک روی کاغذی یک بینایی با حشمتی 3 آشانگی و از اون نزدیکی 200 متر دورتر یک کلبه خرد و چوبین رسم کشیده ایستاده است.
این مرد میپرسد بچه جون، برای چه در نزدی چنین بینایی با حشمت یک کل بچه بیزیب و چوبین رسم کشیدی؟ این پسر گفت پدر، روزی خداوند نصیب گرداند و من هم مثل شما کلان شوم، یک بینایی سی آشانگی زیبا برای خودم و یک کل بچه چوبین برای شما بینا خواهم کرد. این مرد در درونش چنان یک تکانی سختی دید که دیگر نمیتوانست درد خود را به کی گوید. در حال به حجره پدر رفت، خواست از پدر عذر و بخشش زیاد پرسد، لیک پدر در حالت سجده جان را به حق سپارده شده بود. مرد بسیار گریه ها کرد، پشیمانی های زیاد خورد، لیک خیلی که گفتند پشیمانی ندارد عاقبت سود. این پشیمانیان دیگه اکنون هیچ فایده ندارد، اکنون که هر اون چیزی که کارید روزی حاصلش را میگیرد. پس ای برادر، به حرمت خداوند، به حسن اون زنهای این دنیا، زنهایی که حسن خود را پیشکش کرده خودشان را رکلام میکنند، این خیل داده مشو. اگر امروز که پدر مادر هستند دستی دایون ها را بگیر و از آنها مهر و محبت خود را دریغ مدار. البته ما فرزندانان بسیار خطاگاهی داریم، یکی می شود که در سر جهل یک سخن خطایی میگوییم، لیکن هرچی که باشد ما فرزند و آنها پدر مادری هر یکی ما و شما. در این دنیا انسان بی خطا نیست، لیکن تا اون وقتی که در قید حیاتم از اون کارهای خطایی که کردی بخشش پرس، تا که روزی پشیمان نگردی. ما فرزندان بعضی وقت کمی سر جهل می فرایم و یکی سخن ناجویی گفته میمانیم، لیک پدر و مادر چنانکه که در سبتهای پیشین نیز گفته بودیم مهری به اندازه نسبت فرزند خود دارند. لیک این مرد که در بالا شنیدین به قدر اون مهربانی های پدر و مادر، به قدر اون مهر و محبت پدر نرسیده و به حسن دو روزه زن داده شده، امروز از فرزند، حالی که اون فرزند همگی خردسال است، همگی 7 سال داشت، برای پدر نقشه آینده خود را پر آگاه کرد. پس ای برادر، به حرمت خداوند اگر عقل در سر داری، به گفته های زن شده و به گفته های زن عمل کرده پدر و مادر خود را داشته آمده. امروز ها چندین برادران و خواهران میگن اکی امید رحمت برادر من به گفته های زنش شده و به آن گفته های همسرش باور کرده پدر یا مادر را فلانی و گویان دشنام میده و سخنهای قبیح میزند. ای برادر، ما چخیل که گفتم همه بنده خطاکار هستیم، لیک خداوند وقتی اگر توبه کنیم میبخشد، البته اگر پدر و مادر از تو رضا باشند. پس به حرمت خداوند برو از پدر مادر بخشش پرس و تا این درجه به گفته های زن عمل نکن. در زندگی همسر و شوهر با همدیگر مهربان باشند، لیکن معنای اون را ندارد که به گفته های زن عمل کرده پدر و مادر خود را در کاسه سفال و خود در کاسه های قیمت بها چای نوشی یا که خوراک خوری. خداوند به همه شما بخت و سعادت این دنیا و آخرت را نصیب گرداند، لیک اگر اون همسر یکی ناپاک برایت میتوانی صدها مراتب زنگیری، لیک پدر مادر یکتا. الهی که خداوند با اون همسرایی که شما دارین بخت و سعادت را نصیب گرداند، لیک پدر مادر این درجه اول. پس به حرمت خداوند به نفس دنیایی، به کار دنیایی داده شده، به زیب این دنیا عاشق شده و پدر و مادر خود را در حالت پیری سرسان سرگردان نگذار. آب چشمم گر بریزد آبی او بیهوده نیست، در غم مادر نریزد آبی او از دیده نیست. در غم مادر شریکم چون که این قرض من است، از پی مادر نباشم نام من فرزند نیست. پس به حرمت خداوند برادران قدر و خواهران مهربان،
ما فرزندان چه خیلی که گفتم همه خطاکار هستیم. همه یکی سخنهای ناجویه میگوییم، لیک وقتی از پدر مادر بخشش میپرسی اونها مهری به اندازه نسبت فرزند خود داشته من بخشش تو را قبول میکنم. لیک اگر به حسن دنیایی داده شده و پدر مادر را فراموش کرده، در خاطر دار دنیای برگردنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید احمد. خداوند مهربان پدر و مادری هر یک ما و شما را در حفاظت خودش نگه بداره و راحت بخت فرزندان دیدن را نصیب گرداند. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.